حالتون خوب باشه. بعد در پیرو ویدیوی قبلی که گذاشتم آشنایی با ارز جدید که همون آیس هستش، برنامه آیس. بعد از اینکه برنامه نصب می‌کنید، احراز هویت می‌کنید و مراحل قبلی که براتون گذاشتم رو انجام میدید، بعد از 24 ساعت این دکمه اینجا قرمز میشه دوباره. خب بعد وقتی میزنید رو اینجا یه اطلاعیه یا یه سری قوانین براتون میاد، اونو باید تایید کنید. بعد دکمه کنتینیو رو فکر کنم باید بزنید. بعد وارد یه صفحه میشید که ازتون من انجام دادم به خاطر الان نیومده. بعد وارد یه صفحه میشید که ازتون کشور رو میخواد. ترجیحاً کشوری که انتخاب میکنید امارات باشه. اگه کشور دیگه ای بود اصلا به هیچ عنوان کشوری که تحریم هستش انتخاب نکنید. حالا ایده من و چیزی که بهم توصیه کردن کشور اماراته، اونو بزنید تا به مشکل بر نخورید. بعد اینکه اونو میزنید یه دونه صفحه دیگه باز میشه براتون. صورتتون رو باید بگیرید جلوی دوربین سلفی گوشی. بعد ازتون یه وقتی اوکی تایید رو داد یه علامت سفید رنگ همین پایین صفحه تو این حدودا میاد، همون علامتی که عکس میزنید. عکس میگیرید از چهرهتون. بعدش میره یه مرحله دیگه، دوباره همون یه حالت اینجوری مانند چهره رو داخلش قرار میدید. بعد یه سری حرکات رو این پایینش بهتون میگه چیکار کنید. اون حرکات رو یه عکس یه آدمه، فیلم یه آدمه. بعد اونجا مثلا میگه چهره خوشحالی رو نشون میده، مثلا عکس یارو فیلمشو نشون داده تقریبا که چی جوری باید چهرهتو بکنه همون جوری. یا مثلا چهره ناراحتی لب و لوچه آویزون میشه، یا مثلا چهره تعجب دهن باز میشه. یه چند تا حرکت اینجوری داره، 3-4 تا. بعدش که انجام میدید اوکی رو بهتون میده. این دوباره ثبت میشه و به حرکت میفته. اینم تایمرش که دوباره 24 ساعت دیگه یه چیز دیگه میاره. حالا اگه چیزی آورد حتما بهتون میگم که شما هم انجامش بدید. لطفا این برنامه رو به دوستاتون معرفی کنید، هر چه زیر مجموعه بیشتر بگیرید، به نفعتونه، بیشتر سود میکنید. این ایردراپ فوق العاده معتبر هستش و همه جوره تایید شده است. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.